سلام. در نیمه اول ماه می سال 2025 بازار املاک دبی رشد بی سابقه ای رو تجربه کرد. با ما همراه باشید تا از آخرین اخبار بازار املاک دبی با خبر باشید. رشد 61% فروش املاک دبی نسبت به ماه مشابه در سال پیش. بر اساس گزارشی از انگل اند ورکرز خاورمیانه، بازار املاک دبی در ماه اپریل عملکردی استثنایی داشته و تعداد معاملات فروش واحدهای مسکونی به 17447 مورد رسیده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر 61% را نشان می‌دهد. رشد 50% درآمد امار فقط در 3 ماهه اول سال. درآمد این شرکت با توجه به فروش قوی به 2.8 میلیارد دلار و سود عملیاتی این شرکت نیز با حاشیه سود سالم 53% به 1.5 میلیارد دلار رسیده است. افزایش چشمگیر 45% دفاتر اداری در دبی. بر اساس گزارش جدید شرکت ساویز، بازار دفاتر اداری دبی همچنان از بنیادهای قوی برخوردارند و مناطق DIFC بیزنس بی داونتاون دبی و تیکام به عنوان محبوب ترین مقاصد اداری در دبی شناخته می شوند. تا 8 سال دیگه خبری از رکود نیست. محمد بن قاطی، مدیر عامل شرکت سازنده بن قاطی، در مصاحبه اخیرش عنوان کرد که حداقل تا 8 سال دیگه خبری از رکود در بازار املاک دبی نیست و پیشبینی رشد بین 3 تا 7% سالیانه را کرده. این بود از اخبار نیمه اول ماه می از بازار املاک دبی. لطفاً یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید.